برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تماشاگران عزیز گرامی، مخلصان شبکه یوتیوبی پیام تیوی، تماشاگران محترم تلویزیون ماهواره پیام، خوش آمدید به برنامه تحلیلی دیدگاه. یادتون باشد دیروز ما با شما وعده کرده بودیم که امروز هم با شما با میخوریم. امروز یعنی روز جمعه با شما صحبت خواهیم کرد و نام موضوع رو هم گفته بودیم، یادتان هست؟ سبدی استعمالی و سطح کمبیزاعتی در تاجیکستان. در تاجیکستان حکومت تاجیکستان کوشش میکند نشان دهد که سطح کمبیزاعتی تا رفت دارد پست می رود، یعنی سطح کمبیزاعتی کم می شود و مردم دارا زیاد می شود، دارایی مردم زیاد می شود و آهسته آهسته فائزی کمبیزاعت ها در تاجیکستان کم شده ایستاده است. حالا تقریبا اگر خطا نکنم حالا حکومت جمهوری تاجیکستان اعلان کرده است که همگی 26% اهالی جمهوری تاجیکستان را کمبیزاعتان تشکیل میدند و خلاص، یعنی 74% اهالی جمهوری تاجیکستان شخصانی دارا هستند. چگونه این حساب کرده شده است؟ به کسی معلومات نمیدهد حکومت جمهوری تاجیکستان و همین خیل گفتن میگیرد و آهسته آهسته همین سطح را کم نشان میدهد. حالا بیایید با هم در این باره صحبت میکنیم. انشاءالله امیدوارم که دوستان وارد برنامه میشوند و به این برنامه ما فایز میبرند و فکر اندیشه های خود را در این باره خواهند گفت و امیدوارم که شما تماشابینان عزیز در این باره فکر اندیشه های خودتان را دارید و حتما وارد برنامه میشوید، وارد استودیو میشوید و فکر اندیشه های خودتان را میگید. هر نفرانی که ما را میشنوید و خواهش سخن کردن در برنامه دارید، میتوانید توسط لینکی که در پایان نوار آورده شده است، لینک استریمیارد، وارد شوید و میتوانید اگر این فرصت را ندارید میتوانید توسط رقم واتساپ وارد برنامه شوید و ابراز نظر کنید. حالا تماشابینان عزیز، از یکایی که شما خواهش میکنم که کسانی که وارد میشوید حتما تگمه لایک را پخش کنید. کسانی که آبونه نشده اید به کانال یوتیوب ما، به کانال یوتیوب ما آبونه شوید. دوستان عزیز، یکی از سبب های یعنی اسباب معین کردن سطح زندگی مردم امکان خرید سبدی استعمالی است. یعنی برای آن که سطح زندگی مردم دانسته شود سبدی استعمالی حساب کرده می شود. در تاجیکستان چند سال آخر نشر معلومات درباره سبدی استعمالی را از بین بردند یا خیلی محدود کردند. بیشتر مردم هم درباره سبدی استعمالی معلومات ندارد. حالا فکر نمی کنم که اکثریت سبدی استعمالی چی است بدانند. سبدی استعمالی مجموعی حد اقل محصولات خوراکواری که برای حفظ سلامتی انسان و تامین حیات او ضرورند. اینچنین محصولات غیر آذوقه به غیر از آن چیزی که میخورد خوراک است، اینچنین محصولات غیر آذوقه و خدمت رسانی هایی که ارزش آنها در مقایسه با ارزش مجموعی حد اقل محصولات خوراکواری معین کرده می شود. دقت دهید تماشاگران عزیز، در اکثر دولت های جهان سبد استعمالی حساب کرده می شود. در دولت های پیشرفته جهانی سبد استعمالی مجموعی گوناگونی
مواد خوراکه و غیر خوراکه اینچنین خدمترسانی ها را در بر میگیرد. ببینید در ایالات متحده آمریکا سبد استعمالی از 300 نامگوی عبارت است. در فرانسه از 250 نامگوی، در جمهوری آلمان 475 نامگوی، در بریتانیا کبیر باشد از 499 نامگوی محصولات غذایی و غیر غذایی و همچنین خدمت رسانی ها معین کرده بشود. مثلا در فرانسه سبد استعمالی حتی خرید وینا به حساب گرفته می شود. خدمت رسانی سرتراش، خوراکخوری در رستوران، حتی گل برای دوش، شامپون، لک برای موی سر، کاسمتیک حتی و 14 نمودی گل ها را در بر می گیرد. فهمده شدید؟ که به سبب استعمالی حساب بکنند که یک انسان به این چیزها ضرورت دارد، باید این چیزها در انسان باید باشد. این چیزها را انسان باید خریداری کند و استفاده برد. در قانون جمهوری تاجیکستان درباره حد اقل زندگی از 19 می سال 2009 ببخشید مفهوم سبد استعمالی معین کرده شده است که گفته می شود سبد استعمالی مجموعی حد اقل محصولات آذوقه، محصولات غیر آذوقه و خدمت رسانی که برای نگهداری سلامتی انسان، تأمین حیات و فعالیتش ضرورند و از همین چیزها عبارت می باشد. سبد استعمالی و یعنی حد اقل زندگی و حد اقل زندگی ارزش سبد استعمالی و مبلغ پرداخت های حتمی حسابیده شده است. اکنون طبق قانون معلومات درباره اندازه حد اقل زندگی برای هر یک نفر از روی گروه های اساسی اجتماعی و دموگرافی اهالی به طور پور در جمهوری هر 3 ماه در نشریه رسمی آماری جمهوری تاجیکستان باید انتشار شود. هر 3 ماه طبق قانون همین کار می شود در تاجیکستان. متاسفانه نمی شود. هر 3 ماه کجا؟ 1 سال به 1 بار هم نمی شود. این گونه آمار وجود ندارد. اکنون بنابر همین، بنابر نبودن معلومات، خب نامگوی محصولات غذایی و غیر غذایی و خدمت رسانی ها برای معین کردن سبد استعمالی که باید از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان معین کرده نشر شود ما پیدا کردن نتونستیم. انا برای همین در این برنامه، در برنامه امروزه کوشش میکنیم این مسئله ها را خودمان کشف کنیم و سبد استعمالی را در جمهوری تاجیکستان حساب کنیم. حالا ببینید به این تبلیغ دقت دهید. در روسیه و جمهوری های سابق شوروی سبد استعمالی را با 11 نامگوی محصولات معین کردند. حالا در او کشورها 250 300 در کشورهای سابق شوروی در روسیه 11 نامگو تمام تبلیغ را احمدی و چند تا است. مثلا اونجا نرخ‌های گوشت و روغن و هاکذا ها نشان داده شده است. کارتوشک، سبزوات، میوگی، قند، ماهی، مثلا گرم گوشتی و هاکذا همه خیلی نشان داده شده است. 11 نامگو. اکنون ما کوشش کردیم نرخ میانه سالانه این محصولات ها را حساب کرده خراجات سالانه را برای 1 نفر حساب کنیم که برای 1 نفر بیش از 770 سامانی شد. برای 1 نفر بیشتر از 770 سامانی. تماشابینان عزیز،
این برای برنامه کردن در این باره ما به کارشناسان مراجعت کرده بودیم و کارشناسان برای ما معلومات ها رو پیشنهاد کرده هستند مفصل و می توانید شما در پایگاه اطلاعاتی پیام نقطه مفصل در این باره مطالعه کنید. اما اینجا ما چی گفتنی هستیم؟ ببینید نرخ‌های استفاده کرده ما این نرخ میانه سالانه این محصولات می باشد. از روی این نرخ‌ها محصولات خوراکه برای یک نفر در دوام یک سال مبلغ بیش از 7700 سومانی را تشکیل می‌دهد. این نرخ‌های آورده ما، نرخ‌هایی که دیدید، از نرخ‌هایی که هستند کمی پستر هستند. چون که ما نرخ‌های میانه سالانه را به نظر گرفتیم. به غیر محصولات استعمالی در معین کردن سبد استعمالی محصولات غیر استعمالی که یک نفر در دوام سال استفاده میبرد حساب کرده می شود. فهمیده ایستادید؟ به محصولات غیر استعمالی لباس تابستانه، زمستانه، پای افزال، کلاه یا سرپوش، لباس تک پوشی و دیگر مال و اشیای ضروری داخل می شوند. ببینید در بعضی کشورها تا اسباب‌های ریشگیری و جای خواب همچون محصولات غیر استعمالی به نظر گرفته می شود. در سبد استعمالی حساب کرده می شود. محصولات غیر استعمالی که برای یک نفر در دوام سال ضرور است همچون تناسب به محصولات خوراکه معین کرده می شود و نشاندادی آن 50% محصولات خوراکه می باشد. محصولات خوراکه فرض کردیم که 100 سومانی است، غیر خوراکه محصولات غیر خوراکه 50% آن یعنی 50 سومانی است. یعنی ببینید 7700 سومانی در یادتان هست. این رو ببینید من گفتم که زیاده از 7700 سومانی بدین انیخترش 7702 سومانی و 40 درم است. 7702 سومانی و 40 درم رو با 50% ضرب میزنیم. این می شود 3851 سومانی و 20 درم. 3851 سومانی و 20 درم رو تشکیل میدهد. انا کنون ببینید دیگر نشان دهنده ای که برای حساب سبد استعمالی به حساب گرفته می شود این خدمت رسانی ها می باشد که یک شخص در فعالیت زندگی خود آنها را پرداخت می کند. این هم باشد می تواند پرداخت قوه برق باشد، مبلغ پولی استفاده تلفن، اینترنت، مبلغ های کمونالی، اجاره منزل، خدمت نقلیات و دیگر خدمت رسانی ها می باشد. این نشان دهنده را هم با طور تناسب نسبت به خراجات خوراکه حساب کرده می شود و این هم 50% است. 50% محصولات خوراکه است که در ما آن خیلی که پیشتر حساب کرده بودیم این هم 3851 سومانی و 20 درم است، یعنی نیمی 7702 سومانی و 40 درم. بله انا کنون نگاه کنید اگر این مبلغ ها رو جمع کنیم مبلغ سبد استعمالی را معین میکنیم که برابر است به 15404 سومانی و 80 درم، یعنی 7702 سومانی و 40 درم این محصولات خوراکه، 3851 سومانی و 20 درم این محصولات غیر آذوقه و 3851 سومانی و 20 درم خدمت رسانی ها. یعنی برای زندگانی یک شخص در جمهوری تاجیکستان دوام یک سال 15404
404 сомонӣ و 80 درم و تناسباً برای یک ماه برای یک نفر 1283 سامانی و 73 درم ضرور است. برای یک نفر 1283 سامانی و 73 درم ضرور است. بله. اکنون میگذاریم به دیگر طرف مسئله که آیا درآمد ماهانه و یا سالانه مردم تاجیکستان به سبد استعمالی برابر است یا نه؟ یا اینکه فهموتر کرده گویم چند درصدی اهالی تاجیکستان درآمد دارند که از سبد استعمالی زیاد است. از سبد استعمالی یعنی چی؟ بخور و نمر. همین قدر را کی دارد؟ همین مبلغ بخور و نمر را کی دارد؟ از روی معلومات آماری در آخر سال 2020 اهالی تاجیکستان 9 میلیون 500 هزار نفر بوده است. از آنها 2 میلیون 468 هزار نفر شخصان مشغول کار به قید گرفته شده است. 2 میلیون 468 هزار نفر. این چنین تخمیناً 1.5 میلیون نفر در مهاجرت مهنتی می باشند. 1.5 میلیون نفر از اینها در مهاجرت مهنتی می باشند. مزد میانه مهنت به 128 دلار آمریکایی برابر به 1445 سومانی می باشد. این چنین 714 هزار نفر نفقه خور داریم که ماهانه 28 دلار آمریکایی برابر به 320 سومانی نفقه میگیرند. 320 سومانی ماهش. ببینید در سال 2020 مهاجران 1 میلیارد و 741 میلیون دلار آمریکایی به تاجیکستان روان کردند. به تاجیکستان فرستادند که این را به شماره عمومی مهاجران اگر تقسیم کنیم به سر هر یک نفر 1160 دلار در یک سال. یک نفر مهاجری که در روسیه کار میکند به حساب میانه در سال 2020 1160 دلار پول فرستاده است. یعنی 1 میلیارد و 741 میلیون پولی که در عموما مهاجران فرستادند تقسیم میکنیم به 1 میلیون 500 هزار نفر مهاجر. این میشود 1160 دلار. 1160 دلاری به سر مهاجران پول فرستاده شده است در سال 2020 در سال گذشته. یعنی با حساب میانه یک مهاجر در یک ماه 96 دلار و 60 سنت در یک ماه پول کار کرده است. به هر یک مهاجر در یک ماه 96 دلار و 60 سنت راست میبیاید. یعنی 100 دلار هم نه، فقط بگذار 100 دلار باشد، 100 دلار هم نه. از این رقم ها خلاصه برآوردن ممکن است که در جمهوری تاجیکستان در دوام سال 2020 تخمین 4 میلیون اهالی این توانایی را داشتند که مبلغ به دست آورند که به سبد استعمالی برابر باشد. یعنی تنها برای موجودیت خود، زنده ماندن خود مبلغ داشتن باشند و خلاص. این خیلی برای کارهای دیگر نه. همین چی میگوید؟ روسا چی میگن؟ ویژیوانیه. تنها زنده مانند شد، خورند و نمیرند. برای همین قدر. از روی معیارهای بانک جهانی انکون اهمیت دهید تماشابینان عزیز. از روی معیارهای بانک جهانی شخصی که روزانه 3.2 دلار درآمد دارد شخص کمبیزاعت شمرده می شود. 3.2 دلار. یعنی در یک ماه 96 دلار پول کار کردگی می از این می براید که تمامی همین مهاجرانی که در روسیه کار میکنند که آنها را
در تاجیکستان شخصان بیکار حساب نمیکنند. حالا شخصان بیکار حساب نمیکنند در تاجیکستان. 1.5 میلیون نفره که در روسیه کار میکنند. این نفران 1.5 میلیون نفران که در روسیه کار میکنند شخصان کامبیزااتী حساب کرده میشوند. شخصی که روزانه درآمدش از طبق معیارهای معین کرده بانک جهانی از $2.5 کمتر است، درآمد روزانه دارد، این شخصی فقیر شمرده می شود، شخصی قشاق شمرده می شود. از روی این معیارها می توان گفت که از نصف زیاد مردم تاجیکستان زیر خط فقر یعنی در حالت قشاقی زندگی می کنند و دعوای حکومت امامعلی رحمان درباره پست کردن سطح فقیری، سطح کامبیزاتی در تاجیکستان که یعنی از 31% تا 26% پایین آورده است دروغ می باشد، در این باره دلیلی ندارد. فهمیده ایستاده تماشاگران عزیز؟ انا همین نشان می دهد که دعوای حکومت تاجیکستان درباره پست کردن سطح کامبیزاتی دروغ است و حالا خودی به همین حساب زیاده از 50% اهالی جمهوری تاجیکستان نه در سطح کامبیزاتی بلکه در سطح قشاقی زندگی میکنند و باقی مانده اگر همه را حساب کنیم تقریبا 10-15% اهالی میمونند که زندگیشان از میانه بالاتر است، حتی خوب نیست. موندگی ها کامبیزاات هستند، از قشاقی کمتر بالاتر. ببینید این یک حساباتی که ما با کارشناسان کار کردیم و کارشناسان این معلومات را به ما حساب کرده دادند. و حالا ببینید در مهمانی ما حالا برادر عزیز گرامیمان شراف‌الدین گدایف رهبر جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان حضور دارند. جنبش اصلاحات و رشد که شد البته در این باره خیلی گفتنی خواهی دارند و ما هم انا برای همین این نفر رو دعوت کردیم. ما هم برای همین برادر عزیز گرامی شراف‌الدین رو به برنامه دعوت کردیم که در این باره فکر و اندیشه های خودشان را گفتگو باشند. مرحمت برادر عزیز، حالا ما حرفای خود را گفتیم، حالا دعوت به شما برادر. من مثل که صدای من اخ دارد. صداتون خوب است برادر. خب اگر صدای من خوب باشه شروع کنیم. درود و سلام به شما برادر شفاجون. درود و سلام به بینندگان پیام تیوی. یک چیو قید کردنی هستم که اون آماری که شما گفتید که هست که واقعا اخو برآمده ایستاده است. شاید یوتیوبتون فعال باشه. یوتیوب فعال نیست. دوباره شده. امکان باشد من دوباره وارد شدم. باشد دویم بار وارد شوید. نه. ببینید تماشاگران گرامی، ما باید در همین باره واقعا معلومات باید داشته باشیم و وقتی که در این باره هر یک شهروند جمهوری تاجیکستان معلومات پیدا میکند، این به مردم این امکانیت را میدهد که حکومت مردم را نتواند فریب کند. حکومت نتواند مردم را فریب کند و خوبیش هم این است که مردم میداند که حکومت در تامین سبد استعمالی مردم و عموما در پس کردن سطح کامبیزاتی مردم چی کارها را به انجام رسانیده است.
و آیا دعواهای حکومت جمهوری تاجیکستان در پست کردن سطح کامبیزااتی واقعیت دارد یا ندارد؟ حالا ببینید چند سال اخیر حکومت جمهوری تاجیکستان ما جستجو کردیم، آمار نشر نکرده است در این باره. البته پای برده است که مردم کم حالا دیده ایستاده است که علاقه از حق و حقوق خود دارند با خبر میشوند و در این رسانه ها صحبت میکنند، گپ میزنند و از حق خودشان تلاش میکنند و میپرسند. این آمارها را پنهان کرده ایستاده است. خدا شرف الدین گدایف وارد برنامه شدند. بار دیگر من یک دفعه دیگه دوباره پرسیدم که کنم باز مشکلات خیلی تکنیکی وجود داره. بله، در شما باشه یا در ما یک نفر دیگر را پیوست کنیم که ببینیم. واروخ بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. اکی شرف جان شرف ساده خوبه؟ شکر. تشکر. به فکرم در خودتون است شرف الدین. در کی است؟ در خودتون مشکلی. خب من گپ زنید تلفن از کجا باشه؟ حالا ببینید بگذار دیدن گران. آخر شما ادامه دادن گرید برادر عزیز شرف الدین. انشالله که خوب شد. خب بهتر شد صدای من؟ بهتر شد فکرم. خب درود و سلام شفقت جان، درود و سلام به بینندگان پیام تیوی. آن چیزی که شما در مورد چنکی بانک بین المللی گفتید که اگر که در از $3 پایان باشد در خط فقر برای یک خانواده داخل می شود. نگاه کنید که حتی یک خانواده امروز در تاجیکستان این معاش را ندارد، چون اگر ما معاش معلمان، معاش دکتران، معاش کارمندان سطح دولتی را نگاه کنیم، معاش آنها 700 600 500 تا 800 و 900 یعنی تا انا همون $90-96 را در یک ماه درآمد یک نفر ندارد، در حالی که اون نفر خانوادهش کار نمیکند، درآمد الهیده ندارد. اگر نگاه کنیم اون عددهایی که حکومت تاجیکستان دعوا دارد که ما حد کمبیزاتی را به 26% پایان آورده، البته دروغ است. با معلومات های ما که جمع آوری میکنیم و با کارشناسان داخلی هم که صحبت میکنیم متاسفانه نیست، اما این تخمینی کارشناسان هم داخلی و هم اون چیزایی که ما خودمون مشاهده میکنیم هستند. این بیشتر از 70% مردم تاجیکستان زیر خط فقر زندگی میکنند که آنها امکانیت خریداری کردن تمامی مواد ضروری را برای خودشان ندارند و سطح درآمدی که آنها خیلی و خیلی کم است. اگر از روی معلومات های دیگر نگاه کنید، تمام اون درآمدی که امروز در داخل تاجیکستان است و اقتصاد تاجیکستان را میچرخاند، این هم باشد صادرات قوه کاری است که ما یگانه چیزی که داریم به خارج کشور صادر میکنیم این قوه کارگری است. قوه کارگری ما به کشورهای آسیای میانه و قزاقستان و حتی قرغیزستان و بلاروس و دیگر کشورها و اساس مهاجران جای کاری اساس مهاجران ما این روسیه می باشد. و این خاطر ما تمامی درآمدی سطح اهالی ما از حسابی که است، از حساب انا همین مهاجران مهنتی هستند و از حساب انا همین نیروی هستند که در یک مهاجر 5 خانواده را 5 عضو خانواده خودش را در تاجیکستان میخوانند و میپوشانند. البته این یک مهاجر وقتی که کار میکند 5 خانواده رو میخوراند، بعد یک مهاجر تمامی درآمدش را برای خانواده خودش تقسیم کند که انا همون اگر درست ما اینا رو حساب کنیم
انا همون 70% که واقعا هم کارشناسان این را معین میکنن انا همین است. در مسئله کمبیزاتی حالا من نمیگذارم به بعضی دلیل‌های علمی و بعضی مسئله‌های حسابی و کتابی. من میخوام که در اینجا واقعیت‌هایی که برای چی مردم ما سطح درآمد نوکشان است و امکانیت خریداری کردن سبد استعمالی خودم را ندارند و آن چیزهایی که ضرور هستند برای آنها که باید بخرند ندارند. ببینید این فلج شدن اقتصادی تاجیکستان چرا اقتصاد تاجیکستان فلج شد؟ چرا مردم سطح درآمدناکیشان کم شد؟ در اینجا وقتی که حکومت به خانواده خودش امکانیت داد که تمامی بازار را مونوپول کنند و زیر دست خود قرار بدهند، استحصال کنندگان اساسی و آن نفرانی که پیشبرنده اقتصاد کشور بوده آنها را مجبوراً با یک راه‌های زورآوری تجارتاشون اول اینکه از دست گرفت و دوما دیگرها را مجبور ساختند که ترک تاجیکستان کنند تا اینکه رقابت پذیر نباید نشوند در داخل تاجیکستان که با دیگر شرکت‌های خانوادگی که تشکیل کردن یا از دست مردم گرفتن با آنها رقابت کنند. یعنی این سبب شد که مونوپول را جابجا کردن در دست خانواده رحمانوف و تمام اقتصاد را وقتی که زیر دست خود گرفتن دیگر امکانیت برای رشد کردن اقتصاد نماند. چون یک خانواده است انا همون هر نرخ رو معین کند در بازار، هر مال رو که پیشنهاد کند برای مجازات انا همین رو خریداری میکنند. این یک طرف مسئله. دوم طرف مسئله این غارتگرایی، وقتی که غارتگرایی از جانب خانواده رحمانوف سر زد و مالکیت مردم را گرفتند، دیگر شرکت‌های خارجی نفرانی که می‌خواستند به اقتصاد تاجیکستان سرمایه گذاری کنند، یعنی زواد، فابریکه، جایهای کاری نو بنیاد کنند که از این حساب سطح درآمد مردم بیشتر شود و مال خودشان را صادرات کنند و در تاجیکستان گردش اقتصاد به وجود بیاید و مال این تاجیکستان به دیگر کشورها صادرات شود و این مردم این مال را تولید کننده باشند و جایهای کاری داشته باشند. 5 عضو خانواده جای کار داشته باشد در تاجیکستان، یک نفر نه، 5 عضو خانواده جای کار داشته باشد که سطح درآمدناکی هر یکی این از $300-400 که بالا شد، در اون دوره ما میگیم که سطح کمبیزاتی در تاجیکستان بیرون رفته است. وقتی که نیست زواد و فابریکه، با سبب این خانواده، با سبب چند داماد چند دختر اقتصاد کشور را در دست یک خانواده نگاه داشتن، مردم نتوانستند در تاجیکستان زواد و فابریکه بسازند و مجبور شدند که یک نفر میرود تمامی مشقت را میکشد، تمامی خاری و ذلت را میکشد، خودش را به خاطر 5 عضو خانوادهش قربان میکنند و برای آنها پول میفرستند. اگر این امکانیت ها ساخته میشد و این زمینه قانونی را در تاجیکستان برای رشد اقتصاد تامین میکردند، حقوق صاحبکاران در تاجیکستان تامین میشد، مالکیت آنها کسی مالکیتشان را نمیگرفت. در این خصوص بود که مردم چیکار میکردن؟ جای کار پیدا میکردن. ده ها و صدها شرکت های خارجی می آمدن اشیای خام تاجیکستان را گرفته کارکرد کرده به دیگر کشورها صادر کرده برده میفروختن. تمام امکانات های برای رشد اقتصاد، برای ساختن زواد و فابریکه ها در تاجیکستان هستند. امکانیت ها هست. برق و دیگر چیزها در تاجیکستان ساختن و این آسان است و معاشی که مردم در تاجیکستان باید بگیرند این ارزان است. معاشی که حالا اگر در دولت چین، در دولت خیتای مردم معاش کمتری نشو $700-800 است که بسیاری زواد و فابریکه ها میروند در چین چیکار میکنن؟ زواد خودشون رو بنیاد میکنن. در اروپا نمیسازند. وقتی یک کشور اروپایی اشیای خام را در تاجیکستان ارزان پیدا میکند و مال تولید کردهش رو میتواند در تاجیکستان تولید کند
و در اروپا آورده به سودا گذاره. چون معاش اینجا $2000 یورو است، معاش تاجیکستان 300-400 دلار ده. مردم تاجیک میرود جان گفته کار میکنه. این شرایط را، زمینه های قانونی را به وجود آوردن در کار. برای چیکار کردن در کار؟ باید کروپسیا را از بین بردن در کار، خانوادگی بودنی حاکمیت را از بین بردن در کار، اعتباری دولت را برگرداندن در کار. چون در دوام 30 سال رهبری رحمانوف دولت تاجیکستان را همچون یک دولت راهزن، اوباش، غارتگر، قاتل، تجاوزکار میدانند. یک گروه جنایتکار میدانند که در دولت اینها آمده گرفتند. برادر عزیز شراف‌الدین، و این خاطر اگر که ما از یک دقیقه من سخنم، اگر که ما اینجا اعتبار حکومت را برقرار سازیم، از طرف دیگر دادگاه های مستقل در تاجیکستان باشد که در با وجود آمدن بحث ها با وجود آمدن بحث ها مردم چیکار باید کنند؟ به دادگاه و حقوق خودشون از طریق دادگاه دادگستری ها چیکار کنند؟ برقرار کنند. امروز تمامی دادگاه ها به نظام رحمانوف اطاعت کننده است، به منفعت های خویشاوندان رحمانوف قرار قبول میکنند. مردم را بیگناه صاحبکاران را به خاطر مالکیتشان میگیرد و دادگاه ها در این جنایت های رحمانوف شریک هستند. و در چنین شرایط، در چنین وضعیت هیچ کس در تاجیکستان آماده نیست که زواد و فابریکه بسازد و این مهاجرین را که 2.5 میلیون شدگی هستند و هر روز ما این مهاجرین را نظامی را تشکیل کرده هستیم از تاجیکستان با این نظام بیرون میکنیم، اینها را برگرداندن در کار. و در این صورت میشود که تمامی خانواده هایی که در تاجیکستان هستند وقتی زواد و فابریکه شد، کارخانه شد، آنها آمدن کار کردن، سبد استعمالی آنها پر میشود. مردم دیگر به یک نان خوش روزش نمیگذرانند. مردم تاجیک فقط نان میخورد، آرد میخورد. وقتی که آرد قیمت میشود این دیرش به لرزه میدواید، چون یگانه چیزی که مردم شکم خودش را فریب میکند این فریب کردن است، خود را فریب دادن است و روز خود را به دروغ گذرانیدن است. این زندگی دروغین است. این زندگی بیشت آثار نیست و در بهشت نباید آن انسان ها با چنین روز گذرانی خودشان را، شکمشان را فریب بدهند. این دروغ است، این فریب است. بگذار خانواده رحمانوف این کار را بکند. چرا خانواده رحمانوف میلیون ها میلیارد ها دلار میدوزن، باز هم چی میکنن؟ باز هم اشتهای آنها بند نمیشود. یعنی این زندگی که امروز برای مردم این زندگی فریب و دروغ و نیرنگگانه است و مردم باید بدانند که تا آن زمانی که این حکومت هست، تا آن زمانی که این حاکمیت هست، زندگی شما بدتر میشود و بهتر نیست. در زمانی که رحمانوف 10 سال حاکمیت داشت، زندگی شما یک کمی رنگ دیگر داشت. حداقل در دسترخوان شما یک تخم وجود داشت. حالا همین تخم را گرفت، نصف نان شما را گرفت، قند و شکر شما را گرفت و شما نانی به سری نمیابید بخورید. یعنی این مبلغ را کیا گرفتن؟ رحمانوف گرفت. وقتی که آرد در کشور همسایه ما 150 سومن ارزش دارد، در تاجیکستان 300 سومن ارزش دارد. چرا سبد استعمالی مردم با این وضعیت وزنی بدترین پر نمیشود؟ به خاطری که نرخ و نواها در بازار تاجیکستان مواد اولیه در دست واردات در دست خانواده رحمانوف است و آنها هستند سبب اساسی بالا رفتن نرخ و نواها در تاجیکستان. آنها هستند که نانی شما را نیست میکنند. آنها هستند که از در خانه شما نان شما رو میگیرد. آنها هستند که از دهانی کودک و فرزند شما نان شما رو میگیرند و عیش اشرت میکنند. یخته ها میخرند، کشتی ها میخرند، قصرها برای خودشان بنیاد میکنند و میلیاردها دلار در صورت حساب خودشان میگذارند. یعنی آنها هستند بدبخت کننده زندگی مردم در تاجیکستان. درست. حالا ببینید برادر عزیز گرامی، ما برای همین برنامه اون نفرانی که رقمی واتساپشون یا ایمیلشون در دست ما هست، از 100 نفر رانی که در تاجیکستان زندگی میکنن یک پرسش گذرانیدیم که شما با چی صبحانه میکنید؟
در دسترخوان شما در دسترخوان صبحانه شما چی وجود دارد؟ از جمله نان، شکر، فرض کردیم یگان مربا، یگان چیز دیگر، یگان آمادگی میبینید مثلا گریم تخم بریان میکنید یگان چیز دیگر. 83% گفتن که نان و چای. آماده شدید؟ 83 این خیلی رقت آور است، خیلی اینطور غمگین میکنند. 83% گفتن که همین نان و چای. نان و چای خیر یگان از دهقانی ها میوه های خشک کردگی باشه، فرض کردیم زردآلو هست، یگان مویز هست، یگان چهارمغز هست، همین ها رو همراه میکنیم تمام. همین قدر چیز. 7% نخواستن جواب دهند. 10% گفتن که گوشت همه چیز داره. حتی سحر بعضی ها یگان چیزهای همراه میکردن که به نهایت خوب است. یک چند چیز رو مثلا که مربا گفتن دیگه و هاکزاهای دیگر. بعضی ها حتی حسیب ها گفتن، حسیب میخوریم مثلا گریم تخم مرغ، شیر برنج هم بعضی ها گفتن. عموما یعنی 10% از بین همین ها یعنی 10 نفرشان گفتن که ما خیلی خوب صبحانه میکنیم. لیکن 83% عیناً قریب یک خیل نان و چای، بعضیش حتی درباره شکر گپ نمیزند، حتی بعضیش میگه خیر مویز چهارمغز همراه میکنیم مثلا گریم یگان زردآلوی خشک یا یگان چیزهای دیگر که همون از دهخانه زمین نزد حولگی یا که یگان زمین های دیگرمون خشک کردیم و در بساطمون همین چیز وجود دارد. ببینید وقتی شوقت جان شما بسیار چیز خوب قید کرده که غیر از چای و نان دیگر بیشتری واقعا انا همین است زندگی مردم تاجیک. انا همین است وقتی که باید طبق انا همین معیارها باید همه ویتامین هایی که به کودکان به انسان ضرور است باید که از انا همین غذاها باید دسترس کنند. یعنی انا همین غذاهایی که اولیه هستند باید که مردم تخم و مرغ و هم گوشت و همه چیزایی که در انسان ضرورت هستند انا همینا باید که در دسترخوان مردم باشد. یعنی با قیماق و شیر و با این چیزها دسترسی داشته باشد. وقتی که انا همین چیزها نمیرسد بیماری ها بیشتر به وجود می آید. انسان ها جوسهشان بزرگ شدن میتونند. ناسالمی عقل به وجود می آید. عقل هاشان سالم نمی شود. یعنی به حرکتی به قوتی در اینها به وجود می آید. یعنی دیگر هم بیماری ها هم انکشافی جسمی انسان. یعنی اگر همه جهت نگاه کنیم وقتی که انمی سبد استعمالی شهروندان پورا تامین کرده نمیشود و پورا نمیشود و هم چیزی که ضروری است آنها گرفته نمیتوانند آنها با دیگر مشکلات های فاجعه بار گرفتار میشوند که این خیلی بدبختی است. حالا اکای عبدالمنان هم اینجا هستم. باز عزیز گرامی عبدالمنان شیرعلیف کارشناس مسائل اقتصادی، خوش آمدید به برنامه تحلیلی دیدگاه. حالا فکر شما چی است در این باره که ما صحبت کردیم؟ صدایتان نیست؟ صدای شما شنیده نمیشود که عبدالمنان؟ شاید میکروفونتان فعال نباشد. صدایتان شنیده نمیشود که عبدالمنان؟ حالا صحبت کنید بفکرم که انا کنون گپ زنید. نیست صدایتان. از حساب شاید میکروفون ها هم باشد در دستشون میکروفون ناوشنیک ها هستن شاید از این شاید از حساب ناوشنیکتون باشد که عبدالمنان. یک بار بدون ناوشنیک استفاده کنید. بی ناوشنیک یک بار. همون گوشیتون رو بدون گوشی استفاده کنید یک بار. بدون گوشی گپ زنید. حالا تا
اکی عبدالمنان میکروفونتون رو فعال کنید لطفاً. خیر یگان مشکلاتشون بودگیست. حالا ببینید اینجا چند نفر دیگر وارد شدن تا اکی عبدالمنان به اینها سخن دهیم. باز همین خیلی صحبت رو دوام میدیم. برادر عزیز گرامی نیست، ولی هم صدایتان نیست اکی عبدالمنان. یک بار برآمده از سر وارد شوید، یک بار خارج شوید، از سر وارد شوید. برادر عزیز گرامی شاهین، در این باره شما فکر شما چی است؟ خواهش میکنم میکروفون رو فعال کنید. سلام علیکم، امیدوارم خوب باشید. ما نو داخل شدیم، داخل برنامه شدیم، اصلا نمیدونیم برنامه درباره چی است و کدام مشکلی رو شما اینجا بررسی میکنید. اگر امکانیتش باشد میفهموندید. ما درباره سبدی استعمالی و سطح کامبیزاتی در تاجیکستان صحبت کرده ایستادیم. در اولی برنامه ما صحبت کردیم و ثابت کردیم که حکومت جمهوری تاجیکستان میگوید که 26% اهالی، تنها 26% اهالی جمهوری تاجیکستان کامبیزاتن، دیگه همه شرایط زندگیشون خوب است. ما طبق تحلیل های خود به ثابت رساندیم که این دعوای حکومت جمهوری تاجیکستان دروغ است و در حالت کامبیزاتی زندگی میکنند. همین بود برنامه این روز. بله، این مثل هر وقت رحمانوف مردم رو فریب میکند. این به همه معلوم است که سطح زندگی مردم چگونه است. در تاجیکستان تنها ساختاری مردمی که در ساختاری دولتی کار میکنند شاید زندگی ما کمی بهتر باشد، همان هم با رشوه. مردم عادی اکثرا نه اینکه 25-26% مردم، بلکه 90-95% مردم کامبیزاتند. بله، تشکر به شما. اکی عبدالمنان میکروفونتون فعال شد؟ نه. خواهش میکنم شما توسط گوگل خروم وارد شوید و به گوگل خروم اجازه بدید که میکروفون شما رو فعال کنه. ببینید شرافالدین، اینجا چند مسئله های دیگر وجود دارد. فرض کردیم حکومت کوشش نکرد که سطح زندگی مردم رو بالا کند. برای سطح زندگی مردم رو بالا کردن حکومت وقتی که برنامه ندارد، مردم در سطح کامبیزاتی که استاد ایمونیتت پست می شود. بله، ایمونیتت مردم پست می شود. زنان حامله دار فرزندهای سالم تولد کرده نمی توانند، فرزندهای سالم تربیت کرده نمی شود، فرزندان بیمار، زنان بیمار، جامعه بیمار و همین در ساحه وزارت تندرستی یک حالت بد به میان می‌آید. حکومت جمهوری تاجیکستان به مردم وعده کرده است که مردم را بدون یعنی پرداخت مبلغ، یعنی رایگان طبابت میکند. هرچند این پولکی هست، ایده از همین طبابت ها بی پول است، ولی در حالتی که مردم را در حالت سطح کامبیزاتی نگاه داشته می شود، نگاه می‌داری، کلینت های ساحه وزارتی تندرستی زیاد می شود. یعنی مردمی بیمار را زیاد میکنی، مردمی که ایمونیتش پس از حالا در همین شب روسایی که مثلا در هجوم پاندمی قرار داریم و این است که باز از حساب بودجه مبلغ زیاد صرف می شود. همین خیلی نیست؟ اکی عبدالمنان میکروفونتون فعال شد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله گفتیم که صداتون برآمد.
صداشون هستن؟ گم شد. با گم شد. یک بار اومد به فکرم گم شد. نه گم نیست صداشون. ببینید شوکت جان، وقتی که ما در مورد زیاد شدن مشتریانی حتما فکر شما با موضوع عبدالمنان به رقم واتساپ زنگ زنید. خب نه میتونن استاد میتونن با یاندکس از پلی مارکت اسکچ کنن. توسط یاندکس دارن. توسط یاندکس خیلی آسان است. بله. خیر خب. اگر امکانیت باشد جان یاندکس رو اسکچ کنن از پلی مارکت. یک نفر از واتساپ هستند، اون کس رو جواب دهیم که عبدالمنان از واتساپ وارد میشن ان شاء الله. حالا از واتساپ گوش کنیم. نفری که از واتساپ زنگ زدید بفرمایید. الو 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 بفرمایید. و علیکم السلام، بفرمایید لطفاً. خوبه؟ شکر. ما فکر شما را دانستن میخوایم. نفری که از واتساپ زنگ زدید این کس رو خاموش کنید و اکای عبدالمنان رو قبول کنید. خب من ادامه میتم در سوال شما برادر شوکت جان. ببینید وقتی که در تاجیکستان تمامی واردات دارو در دست رستم است، در دست پروینه است و دو کس وارد کننده اساسی این داروواری هستند و چقدر مردم بیمار شود و داروواری احتیاج پیدا کنند، برای اینها تجارت است. هر طرف اگر که هر طرف مردم زنند، در مابین دو چرخ آسیا آرد می شود. این دو چرخ خانواده هر جایی که مردم رو اگر ما دورتیم این میخواد. برای یک دولت بایگریش چی است؟ انسان‌های با عقل و سالم، انسان‌های با عقل و سالم. و این مردم سالم باید که در یک فضا، در یک فضای آرامی، در یک شرایط اجتماعی خوب به باید برسند. اما در شرایطی که تاجیکستان این همه سنگینی رو مردم پشت سر میکنند، خیلی انسان‌ها کم دانش و ملکه و اختصاص‌های مخصوص رو میتوانند صاحب شوند. بیشتری مردم بعد میروند وسایل کاری. دیگر مسئله شما در مورد اون گفتید که دولت باید راه‌های رو پیدا کند برای پر کردن سبدی استعمالی که این پر شود و سالمی جامعه را نگه می‌دارد. در بسیاری کشورها به خاطر اگر که معاش مردمش کمی میکند و برای پر کردن سبد استعمالیش بسنده نیست، راه‌های دیگر را میجوید. راه‌ها چی میبوده میتواند؟ فرض مثال تمام خواجگی‌های دهقانی را از انداز آزاد میکند که تا آن مال و محصولات استحصال کردهشان با نرخ دسترس به مردم برسانند، یعنی با نرخ ارزانتر به مردم برسانند. یعنی راه‌های پایان آوردن قیمت مواد غذایی را جستجو میکند که کدام خانه‌ها را قبول کند که به مردمش سبوکی ها بیارد و تا اینکه سبد استعمالش با آن معاش و زندگی که دولت پیشنهاد میکند رسید بسندگی باشد. و حتی در کشورهای اروپایی به خاطر که مردم دسترسی به مواد شیر داشته باشد یا به موادهای غذایی دیگر داشته باشد، دولت سوبسیدی هم میدهد برای که این زمین ها کار کرده شود و این مال و محصولات ها پیشنهاد کرده شد و مردم و تا اینکه سطح آن قیمتی در مغازه های اروپایی ارزانتر باشد. اما در تاجیکستان به سببی که دولت این کارها رو پیشنهاد نمی کند، قیمتی حتی گوشت از اروپا قیمتتر است. همون گوشتی که در تاجیکستان 80 سوم میخرد، شاید ما در اینجا 50 سوم خریدیم که با معاشی ده چند بالاتر، معاش پایان‌ترین 2000 یورو است. یعنی دولت راه‌های رو صدای شما نیست، یعنی دولت راه‌های رو برای پر کردن سبد استعمالی و برای تمام آن موادهای ضروری که هر یک انسان باید که به آنها دسترسی داشته باشد تشکیل میکنند. اما در تاجیکستان این راه‌ها نیستند.
балки давлат талош мекунад, як гурӯҳ, як хонавода талош мекунад ҳамаи чизро дар дасти домоду духтара ҷобаҷо кунад ва ҳар нархеро ки онҳо пешниҳод кунад, ҳар қиматеро ки пешниҳод кунад, мардум бояд маҷбуран мурда аз домоду духтару фарзандои Эмомалӣ Раҳмонов ба қимати гарон бояд маблағ гиранд ва ҳатто роҳҳоеро ки имрӯз бояд ки бепул бошад аз ҳисоби буҷаи давлат сохта шудагааст, бо қарзи мардум сохта шудагааст. аммо да домодаш медиҳад, домодаш ба мисли як инсони ғоратгар дар роҳи чанаку душанбе нишастааст, мардумро ғорат мекунад ва ин ҳам ба сабади истеъмолии мардум таъсир мерасонад. гӯё ки як себу як ангуру як чизҳое ки бояд дар дастархони мардум бошад, инҳоро аз мардум мегиранд ва мардумро маҳрум месозанд ба инҳо. яъне ин зиндагии мардум аст, он пули мардум аст ки мардум бояд дар зиндагии худаш масриф кунад. аммо аз ҳаққи худаш, аз ҳаққи фарзандонаш, аз даҳони зану бачаи худаш канда ба даҳони ин аждаҳор домоди Эмомалӣ Раҳмонов меспорад ки дар сурати худи ин миллат, худи ин мардум боз қарзи онро дода истоданд ва худи ин миллат қарзҳое ки бо фоиз гирифтагӣ ҳастанд аз кишвари Хитой онро дода истоданд. яъне давлат як гурӯҳи ҷинояткор, инҳоро давлат намешавад, ҳукумат як гурӯҳи ҷинояткоре ки дар ҳукумат омадагӣ ҳастанд, тамоми роҳҳоро мекунанд ки як чизро аз дастархони мардум кашида гиранд. як себро, як ангурро, як чизе ки бояд дар дастархони мардум имрӯз бошад, инҳоро тавассути роҳҳои гуногун аз мардум кашида гиранд. фарзи мисоли дигар Шамсулло Соимов ба хотири як маълумотномаеро ки бояд бепул бошад 150 сомон мефурӯшад. ана ҳамин хонавода бояд 150 сомонда ба фарзандонаш ягон мева, ягон ғизо нахарад, ба дасти Шамсулло Соимов ана ҳамин 150 сомонда маълумотномае ки бояд бепул бошад, ин маълумотномаро медиҳад. яъне аз ҳаққи зану бачаву фарзандаш канда ба хотири як маълумотнома ба Шамсулло Соимов медиҳад. яъне имрӯз як система, як низомеро мисол бахшед сохтанд ки чиро ба вуҷуд меорад, коррупсияро ба вуҷуд меорад ва тавассути ин роҳ воситаҳо аз кисаи мардум, аз дастархони мардум нони мардумро кашида мегиранд. вале ҳоло инҷо интизор кунем, онҳоро ҳам гӯш кунем, бибинем чӣ мегӯянд. инҷо бошад 24 ҳастанд, ки ҳастанд? фармоед. алло, гӯш мекунам шуморо. салому алайкум акай Шавкат. салом раҳматулло. ва алайкум ассалом. ҳамин барномаи шумо гуфтин халқ чӣ мехӯрад сарида 99% халқу гапи та акай Шавкат. нони қоқ чӯи қоқай. И гапат 100%. ҳами 1% авлоди ҳам Эмомалӣ мехӯрад тари чизора. ин 99% ҳама. баъди акай Шарофдин як гапи газад ки барои 2 миллиони муҳоҷир 2 миллион муҳоҷир роҳӣ мекунад, буҷети давлата медизда мехӯра мегарда. 2 миллион халқ авлоди хича мехӯронанд. мисол дар хона 5-6 нафар бошанд, зан гулак дошта бошанд, 10 нафар мешаванд. мисол 6 миллион дигара ҳамин 2 миллион мехӯронанд. 8 миллион. А дигар шакту аксарияти кормандони буҷавиро бубахшед. иҷоза боша. ҳоло як дақиқа бародар азиз. ҳоло ба ҷуз ин аксари кормандони буҷавиро ҳам мо дида баромадем ки тибқи як назарсанҷии мо аксарияти кормандони буҷавиро ҳам ҳамин муҳоҷирон хӯронида мепӯшонидаанд. корманди буҷавӣ дар давлат кор мекунад, маоши мегирифтагиаш ба як ҷурааш як бор дубор нишастанӣ ба як тӯи ҳамсояш ё ки тӯи як хеши табораш як палос харида рафтан ба намерасад. пуле ки мегирад барои чӣ 2 миллион муҳоҷира чӣ намекунад ака Шавкат ки роҳишон мекунад ки бираванд ҳамҷа кор кунанд. и 2 миллион одаморо мехӯронад, и буҷети давлата авлодиш қад мехӯрад. хоб
این همه اکای شاروتین گابلا این گپ 100% فرمان گوجوی معلم است یا دکتر است و کسای دیگر پولی مبلغی به دست می آوردگیش اقلا به چوی پول یک کارمانی راست خودش نمیرسد باز دستنگری مهاجری که همون فرزندش است یا که یگان پدرش است یگان نفر دیگری که در مهاجرت کار میکند دستنگری او است. حالا که عبدالمنان توسط واتساپ وارد شدن فکر آن کس را گوش میکنیم چون که از همه این نفرانی که وارد شده هستند پیشتر وارد شده بودن. که عبدالمنان باز صحبت را دوام میدیم ان شاء الله. اکی عبدالمنان بفرمایید. علیکم سلام. و علیکم السلام. خب تشکر برای دعوت به برنامه. سلام به شما برای شرکت کننده برنامه شما برادر شراف‌الدین و تمام خواننده بیننده ها. خب در مسئله سبد استعمالی راستی این سبد استعمالی یک چیزی معین و تضمین شده نیست. یعنی این یک چیزی نیست که در تمام دنیا یک خیل باشد یا یک استاندارد داشته باشد. این خودی حکومت ها معین میکنند. مثلا در برخی کشورها سبد استعمالی صدها نمی چیز دارد و در برخی کشورها چند نمیدمگی خوراک‌وارد در بر میگیرد. همین از روی این معین کردن سطح کامبیزاتی به نظر من کاری درست نیست. یعنی این دقیق نمیکند این کار. برای مثال فکر شما در این برنامه هم گفتید که در آلمان زیاده از 400 چیز وارد میشود. من خیلی در کشورهای هستن که حتی 500 بیشتر چی دارن چی نمیتوی چیز دارن که به محصولات آذوقه غیر آذوقه خدمت رسانی ها. بله غیر در تاجیکستان آذوقه و بعضی خدمت رسانی های از حد ضروری رو وارد کردن. در بعضی کشورها مثلا ما میدونیم که حتی دندانکاو در بعضی حتی الکل وارد شده از به سبب استعمالی و از روی این که حکومت معین کرده سبب استعمال رو معین کردن سطح کامبیزاتی تقریبا امکان ندارد. این مثلا مثلا این که مثلا تاجیکستان سطح کامبیزاتی معین میکند. ما فرض کنیم از 70 سالی 2000 به 31% یا 26% پایان فرآوردیم. این هم برمیگردد به امورهایی که خود دولت اونا تصدیق میکند یعنی رسانه میکند. ما میدونیم که امور در تاجیکستان دقیق نیست و حتی امورهای برخی مقامات با امورهای دیگر مقامات دیگر ضدیت دارند و چند بار دروغ‌هایی که در امورها ثبت شدن زیاده نویسان ثابت شدن. این طرف دوم مسئله و طرف سوم مسئله این که راستی با سطح کامبیزاتی مردم در تاجیکستان دولت یعنی سهم دولت در این کار بسیار کم است. چخیل مثلا دولت میگوید که ما 31% مجموع محصول داخل تاجیکستان حسابی مهاجران در میزنه، لیکن طبق حسابی بنده این مبلغ از 70% کم نیست اگر زیاد نباشد. و من مطمئنم که زیاد است، اما من همین به حساب مینیمالی گرفتم و 70% مجموع محصول داخل تاجیکستان تو همین یک سال پیش از حساب مهاجران چرخ میزدم. یعنی تمامی پول‌هایی که در بازارهای تاجیکستان در اقتصاد تاجیکستان در تاجیکستان گردش دارند حساب مهاجران کوری است و سهم دولت در بالا یا پایین بردن سطح زندگی همگی 30% است، از این زیاد نیست. و واقعا اون چیزی که دولت گفت سالهای یعنی مقامات تاجیکستان میگن 30% پایین فرمود، واقعا من به این باور دارم و مطمئنم که سال 2008 تا 2013 همین قدر تو همین 100% فرمود باشد، شاید 40% باشد، لیکن به هر حال بسیار سطح کامبیزاتی در پایان رفته و این اساسا بستگی داشت و رشد هم نیست. اقتصاد هم قدر رشد نداشته، اصلا با پولدارتر شدن مردم روس و رشدی تجارت و این چیزا در روسیه بنابر وارد شدن پول زیاد حساب نفت و اقتصاد روسیه، یعنی خدمت رسانی و بعض ساحه‌های روسیه رشد کردن و در نتیجه پول در مردم روسیه زیاد شده و نتیجهش ما هم میدونیم که مهاجر تاجیک وقتی که روس‌ها باز شدن مهاجر تاجیک حتما
даромадش بیشتر میشود. اینا شرط دادن شرط نیست. خلاصه که از 2008 2013 واقعا همین یک بسیار پیشرفتی، یعنی در افزایش درآمد روزها مشاهده شد. در نتیجه این بر درآمد مهاجران تاثیر کرد و ارسال مبلغ در اون زمان حتی با 3 میلیارد 3.5 میلیارد رسیده بود و این 3.5 میلیارد هم که گزارش میشود حساب میشود تمام پولی که از طرف بانک به توزیع ورد میشود، یعنی رسما پولهای زیاد با دست مهاجران و با راههای دیگر انتقال پول وارد میشن که به حساب بنده اون 2 برابر بیشتر از پولهای رسمی است. یعنی اگر 3 میلیارد وارد شد شما میتونید با اطمینان بگید که اون پول وارد شده 9 میلیارد است. اگر حالا یک از 2 میلیارد یا 1.5 میلیارد وارد میشد میتونید بگید که 3.5 4.5 میلیارد به تاجیکستان وارد شده. یعنی خلاصه که در همون سالها به تاجیکستان سالانه 8 تا 10 میلیارد دلار وارد میشد و واقعا زندگی مردم سطح زندگی بالا رفت. برای اینکه طول وقت وارد شد مردم چرخ میزنند، گردش میکنند، خدمت رسانی بازار سودا رشد میکنند و با سطح زندگی مردم تاثیر میکنند و واقعا در همون سالها سطح زندگی کمبیزاتی واقعا پس رفته بود و باید بار دیگر تاکید کنیم که در اون زمان حالا اگر سطح تاثیر دولت با پایان بردن سطح کمبیزاتی پیش از اون و بعد اون مثلا 30% باشد، در اون سالها شاید 10% بود. برای اینکه همون پول اساسا سطح کمبیزاتی بنابر وارد شدن پولهای زیاد از روسیه پایان رفت و اون چیزی که حالا در تاجیکستان جریان دارد این یک بحران بسیار عمیق است و بنابر کم شدن انتقال پول از روسیه اگر با پول 2012-13 مقایسه کنیم از 3.5 میلیارد و 1.5 یا 1.2 حتی فرآمدن، یعنی 3 برابر کم شدن انتقال پول، این به این معنی است که حداقل 5-6 میلیارد دلار به تاجیکستان کم وارد شده است و این واقعا با اونایی که کم ترک یعنی اقتصاد میفهمن متماتیک میفهمن واقعا یک رقم میدونن که رقم چقدر بزرگ است برای تاجیکستان و سطح کمبیزاتی هم میشود از روی همین معین کرد تقریبا که سطح کمبیزاتی در تاجیکستان یعنی اون چیزی نیست که مثلا مقامات بگن 28-32%، سطح کمبیزاتی در تاجیکستان شاید 70% و 80% رسیده باشد در حال حاضر. متاسفانه در کشور نیستم من و نمیتونم این دقیق گفته، لیکن از روی حساب‌های تخمینیه که از همین واردات پول گردشی مال در تاجیکستان و خدمت رسانی سودای اینو حساب کردن امکان دارد، یعنی میشه گفت که سطح کمبیزاتی در تاجیکستان از 70% اونو کم نیست. حتی با به حسابگیری همین سبد استعمالی که دولت تاجیکستان بیان کرده است، یعنی اون چی حالا میگه در سبد استعمالی تاجیکستان و قیمت اون مثلا برای یک نفر فرض کنیم سالانه اگر 700-800 دلار باشد و حتی با همین هم سطح کمبیزاتی در تاجیکستان 70% کم. اگر با قیمتی سبد استعمالی کشورهای میانه حال حساب کنیم بعد این رقم با بالاتر میرم. خب تشکر با شما برای دعوت و با بینندگان شما و عذر که وقتاش نگرفتیم، پیش از این چند بار وارد شدیم نتونستیم و حالا هم شاید وقت زیاد گرفتیم و گپ زدیم. خلاصه تشکر به شما و بینندگان شما. خدا نگهبان. سلامت باشید. تشکر به شما هم که وقت خود را دریغ نداشته کوشش کردید وارد برنامه ما شوید. برادر شاهین بفرمایید. اوکی شوکت جان، اگر شما امروز به رادیو آزادی را تماشا کرده باشید، در رادیو آزادی همین روز گفت که تاجیکستان 3 میلیارد تقریبا 250 میلیون دلار قرضدار است. شما در این باره چی گفتنی هستید؟ به هر یک شهروند تاجیکستان 320 دلار 320 یا 330 دلار قرضدار است. بله. برای برادر عزیز سوال تاجیکستان این بسنده نیست. تاجیکستان نیت دارد با قرضهای خودش را زیاد کند و برنامه‌اش را کشیده است که در همین سال و در سال آینده باز تقریبا خیلی قریب 0.5 میلیارد دلار دیگر با قرض میگیرد. حالا این بس نیست، خودش حالا رسما گفته شده است که 0.5 میلیارد دلار دیگر با قرض میگیرد و تقریبا به 4 میلیارد دلار میرسد قرض تاجیکستان تا سال آینده.
اکای شوکت اگر اجازت باشد ما خارج شویم اگر اون سوال دیگر نباشد. سلامت باشید. خب از دعوتتون تشکر از بینندگان نیز تشکر میکنم به اونایی که سلامت باشید. نظر بودن. خدا نگهدار باشد. تشکر بسیار. حالا حیرانبک بفرمایید. حیرانبک بر شما بود و برای شما آوازم هست است؟ آوازتون هست و کمتر مشوش نجوم درک. که اولا درود و رحمت خدا بر شما بود. من برای شما اکای شوکت جان احسن میگویم، برای که برنامه های شما را من بسیار پیگیری میکنم، خصوصا برنامه شما را هر وقتی که سر میشد برای من خبر میآید که یوتیوب که همین سر شد گفته در کار هم باشیم، همین طریق نواشنی گوش میکنیم. بعضا مثال رقیبای شما که ای طرفی گفتی گپایی که چاپلوسا میگن دشنامه ها هم میکنن، تحقیر هم میکنن، من احسن به شما میگم با این صبرتون، با این تحملتون، با این تربیتون که در مقابل اونها شما با ادبانه سخن میگوین و تحمل میکنین. این یک پیشروی ما و شما است الحمدلله. بعد دوم گفتنی هستم که من باور کنید گفتنی هستم که برای همین انقلاب ما باید، من راست گپ شگوام همین سوال خواستم در برادر شرافیدین بتویم، لیکن این برادر گرامی رفتن در شما میتیم. همین ما انقلاب میگیم. اولا چی کار کنیم که همین ترس مردم از دلشان بیرون براریم. حال مردم ما باور کنید اکا شوکت جان فکر انقلاب ندارن، اگر در فکرشان بیاید حتما ترس در پهلوی این انقلاب در فکرش هست. ما باید چی کار کنیم که مردم به انقلاب تیار کنیم که تا اینکه این ترسی که در قلب ما هست بیرون شود. ما تا که در بدر میگردیم شوکت جان، تا که ما در بدر میگردیم. زن و فرزندای ما در تاجیکستان 6 سال شد من در همین مسافرتم، باور میکنیم نمیتونم رفته، چیکار کنم نمیدانم، شرایطی ندارم آیلم بگیرم بیارم. همین زندگی شد. اوخی چی به ما در وطن خودمون نمیتونیم کار کرده. اوخی وقتی ما را تامین ای کار کنن، وقتی ما را تامین به تمام شرایط کنن، و ما هیچ محل بر ضد حکومت گپ نمیزنیم که وقتی ما شرایط ما خوب باشد. بله برادر عزیز، نمیدونیم با کی گپ زنیم، نمیدونیم علمون با کی گپ زنیم که 6 سال شد باور کنید در این مدت نمیدونیم چیکار کنیم که همین یک کاری کنیم که این برادر شرافدین گدای بسیار سخنان خوب گفتن، من راضی ام با این شخص بزرگ. لیکن برادر اگر ما این سیستم ظالمی را ایبین نبریم اینها به سر ما نمی آید. این مهربانی ها از طرف دولت، کمک ها از طرف دولت نمی آید. یگانه باید سیستم علمی رژیم حلش کنیم. همین گفت گپا که یک جایگی باید همین سیستم نابود باشد. یک انسان با تقوا، یک انسان وطن دوست باید بیاید در طور سر مردم حکومت کند که فکر این مردم داشته باشد. و زنده باشد برادر. قبل از که ما باید انقلاب کنیم باید که همین لایکایی که در باید بمونیم به لایکو برآورد پرس موتور باید زیاد باشه. فهمیدی برادر؟ ما او وقت میفهمیم که ما با انقلاب تیار هستیم یا نه. درست برادر عزیز. حالا ببینید من هم همین چیز رو گفتنه بودم. انقلاب یعنی چی؟ انقلاب تغییر قلب، تغییر خواسته های قلبی، یعنی دیگر کردن خواسته های قلبی. انقلاب دیگرگون کردن یعنی قلب است. انقلاب اگر کسانی که به علم صرف زبان عربی صرفا میرفته باشن، انقلاب از همین باب انفعال است و همین یعنی تغییر دادن قلب رو انقلاب میگن، تغییر دادن قلب ها. انا برای همین برادران عزیز ما برای آن که پیش از آن که انقلاب کنیم باید در قلب های خود تغییرات وارد کنیم، یعنی معین کنیم که ما چی ها رو میخواهیم و توسط خواسته های قلبی باید ما کوشش و غیرت داشته باشیم. برای همین هم این برنامه های ما امروز
انا برای همین هست که برادران عزیز گرامی ما پیش از همه بیاموزیم که حقمان در کجا است، بفهمیم که حقمان در کجا است. ما پیش از همه بدانیم که حقمان را از کجا باید بستانیم. حق ما باید از کجا ستانیده شود و نشانی یعنی ادرس حقمان را میدونیم و به سوی آن رهسپار میشویم و از آنجا رویونده میگیریم. حالا اکثریت به این نرسیدند که و درک نکردند که حقشان در کجا است. برای همین ما خیلی کوشش کردنمون در کار، غیرت کردنمون در کار. در این حالت غیرت کوشش کردن ها صبر بدنمون در کار و پیش رفتنمون در کار است. حالا یک زنگ از واتساپ آمدگی است، زنگ رو قبول میکنیم. الو، بعد بهادر انشالله. الو، سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. اکای شوکت نغزی سلامتی خوبه؟ تشکر به شما. شما همینجا از برای فقط بودجه و یا گپ زدین، ولی از بودجه گپ نزده که دین در همین ما راستش 9 سپتامبر تماشا کردیم. این قد پولی که با صرف همین 30 سالگی کرد از کجا همین مسئله رو مطرح نمیکنیم؟ برادر عزیز، همین مسئله صرف مبلغ ها با همین ایدهای بیهوده، باور کنید من 10 ها برنامه دارم. باور ندارید به همین شبکه یوتیوبی پیام تیوی وارد شوید، در همین باره 10 ها برنامه داریم. 1 نه، 2 نه، 3 نه، 4 نه، زیاده از 10 برنامه، شاید 20 باشد، شاید 30 باشد برنامه داریم. و همین مردم حالا هوشیار شده است، بدون گفتن با هم مردم دیده دانسته ایستاده است که این همه سالیوت ها چند پول میسن. حالا ببینید حالا تنتک شوی اگر بسیار مشکل بود است. پرزیدنت یک کشور میرود تگمه سالیوت را پرزیدنت پخش میکنه. ببینید تنتک شوید روز مشکل بود است، خیلی مشکل بود است تنتک شوید. خب حتی حرکت میکرده همین تگمه سالیوت هم خودت پخش کنی. روا داخل یگان کدام ارتیست پخش کنند، یگان چی مسئول های تکنیکی پخش کنند تگمه سالیوت. نخواد تو بروی تگمه سالیوت پخش کنی. برای همین برادر عزیز این خیلی مشکل است که شرمندگی این بدبخت 30 ساله که ما دیدستیم نه که نو دیدیم که همین کار کرد همین دیشب، نه که با وجودی همین وقتی گپ میزنه میاد در نمیدونم از هر لحاظ گپ میزنه بوجود هم هستن طرفداراش هم هستن که مثلا گپ میزنن. برای میگم که همین وقتی که بودجه میگه از مهاجرات، بودجه میگه از مهاجرات تامین میشه و این چی خیلی بودجه را میگیره صرف این کارهای بیهوده و به معنی میکنه. بله، تشکر برادر عزیز. ما خیلی وقت کوتاه داریم. کوشش میکنم که من دیگران سخن کنم چون که برنامه باید گفت سر می شود بعد از دقیقه های به شما. حالا بهادر بفرمایید. تشکر به شما که از واتساپ زنگ زدید. بهادر بفرمایید. سلام علیکم آقای شوکت. سلام علیکم آقای شوکت. سلام علیکم به همه بینندگان شما. که اکا امی پرازنیکای پوچ بمانی چی در کار؟ اگر امان سیمان وجدان داشته باشه یک دو ایکتای قرض گرفت، یک نیمی زمین تاجیکستان باید بود. نیمی زمین تاجیکستان نه، نیمی مادرش باید بود. مادرش فروخت در کیتای. بله. امروز کیتای سوم میگیره. این بدبخت فکر نمیکنه که سر اول گولک تولد نشدگی 300-400 دلار روز قرضا رو ایکتای. بعد کنیش نمیان دخترای تاجیک تجاوز میکنن، مادر تاجیک تجاوز میکنن. این چی بدبختی است در ما اکا؟ اگر با ما میگن که رحمانوف یک دایوس میمونه، تو چی درجه ای آدم داروش گفته امی خدرانتی و مرحله قوت که امی پوستی روش بکنی در درنش خوگه. این آدم وابشه در درنش یکم چیزی ایمان وجدان آدم گر نداره. ما اینا در درن استرویکا کلا و پوست میزنیم که یک میده جامعه ما وطن ما با چای میگه در یک پرازنیکای پوچ بیمانه میکنن. قرض نکه میگن همین سوم که نداشته باشی چم قرض کردن یک بالا را به سر خلق میاریم. این کتای در به هیچ سوم نمیته.
сума метан ними зимин та мекаша мегирад, сума метан ними чизи ватан та бойгари ватан та мекаша мегирад. аммо бойгари ватан ҳамин 2 миллион тоҷики дар ҳаминҷа айку дар ҳами муҳоҷират аммо ра бибари ҳама кило тангара хичон кофта метан тохи дар дарани Тоҷикистон экономика Тоҷикистон чӣ дар кор мо дар Китайси ғадор ака чӣ дар кор бале неки бо ман мегӯм ки зараи баҳодар баҳодур бахшиш дар пеши гапи чӣ бигӯм агар ба ҳамин наздикӣ агар шумо дар радио зоди тамошо карда бошед як Китай шаҳрванди Тоҷикистона ба шаплоқ мезанад дар радио зоди ма гӯш кардам пеши ӯ чанд одами дигарро ба атёрка захмӣ карда будае шумо гӯш карда будед чанд одами дигарро ба курд захмӣ карда ба атёрка ягон мардум бахшиш ака дигаронро гӯш кунем як дақиқа хоҳиш илтимоси бениҳоят аз якое ки шумо бародарони азиз хоҳиш мекунам мавзӯъро дигар су набарем ҳоло дигаронро гӯш кунем исмоил муҳаммадзоҳир гӯш кунем ку чӣ мегӯянд салому алайкум ва алайкум ассалом ва раҳматуллоҳ ман чанд сол пеш як рафиқам гуфта буд нами ай берун ай хориҷи кишвар барои чира қиматиро кам кардан дар Тоҷикистон ай ҳар давлатҳо ба нархи арзон мисол ор шакар руған ҳами маҳсулотҳои аввалияш мегӯянд чӣ мегӯянд барои дар кори мардум ҳамеро арзон ба Тоҷикистон дохил мекунанд не ки ин ҳами ё ки ҳами Исмоил худаш ё ки ҷияни Убайдуллои гуфтам хеле яке ҳами одамо амуро мегиранд дар сараш сум мемонанд баъд мефурӯшанд одамое ки мебаранд бозоро тақсим бо дар сарашон сум мумкин хеле ҳами ор руған ҳам хеле қимат мешида яъне ки чанд хеле қимат мешида мисол ба ҷое ки 50 сум буфурӯшанд қобчаёрда ина баъд мебарад 150 сум мимонад ки дар сараш ҳам хеле чанд қаб мемонанд чанд 100% мемонанд баъд мефурӯшанд инам хеле охир намедонӣ чӣ кор кунӣ мардум мо ки беномус шидагиай мисол ҳама хеле тарбия ёфтагиянд ки оша давҷа киштесан забоншон алиш кистанд ёш хестанд тарафдори ҳама одамо кистанд ки ина мусулмонӣ хелу хеле ҳами ҳатто ҳами мебаранд заношон ҳам метананд одоли ки ана чӣ мон карданд ташаккур бародар ман намедонам дигар чӣ бигӯм ёра ташаккури зиёд ҳоло як занг аз WhatsApp қабул кунем алло ва алайкум ассалом садоатон ниҳоят паст аст бародар сӯзед тинҷед шукри аллоҳ ман бародар шумо мегуфтам ки иштибоҳ намекунед як шахси босавод ҳастед ҳаминҷа иштибоҳ кардед сӯзед чӣ бошад чӣ иштибоҳ бошад бифармоед ислоҳ мекунем ҳатман иншоаллоҳ охир чанд фоизаш мардуми моро чанд фоизаша гуфте ки камбизоат аст мо тибқи он ҳисобе ки кардем аз ҳамин шароите ки имрӯз ҳаст ва номгӯи маҳсулоти озуқа ва ғайри озуқа ва хидматрасониҳо тақрибан зиёда аз 50% аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон дар сатҳи камбизоатӣ дар ҳолати камбизоатӣ зиндагӣ мекунанд валекин коршиносо ки мо даъват кардем инҷо гуфтанд ки собит карданд гуфтанд ки ҳоло ҳамин шаби рӯз зиёда аз 70% аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон дар сатҳи камбизоатӣ зиндагӣ мекунанд ва як маълумоти дигар ба самъи шумо мерасонам ки тибқи як назарсанҷие ки мо аз 100 нафар гузаронидем 83 нафар гуфтанд ки саҳар дар субҳона фақат нони чой мехӯранд тамом дига дастархонашон ҳамин чанд аз деҳқонаи худ меваҳои хушк дорад тамом мева мағз зина дорад тамом дига ҳичӣ надорад дуруст дуруст омори ҳукуматӣ чанд гуфтед омори ҳукумат 26%. 26% охи дуруст аст охи бо кадом далел дуруст аст ҳукуматиё вай гӯш кунед ҳукуматиё ҳама коргарони ҳама ҳукуматии худшона дар назар дорад дига тоҷикоро дар назар надоранд ва ё одам нестанд ки дар Тоҷикистон шумо фикр мекунед ва ё одаманд бале аммо дар байни ҳукуматиё 26% 30% буд 26 дузида оварда пур кардеш буданд ку ҷебошона
در بین حکومتی و شما کامبیزاتی همین شما برادر عزیز برعکس گفته شدید، برعکس. نه نفهمیدید. در بین کارگران همین حکومتی و مردم عادی نه، بین کارگران حکومتی و کامبیزاتی در 26% رسوندن تا 31%. بله. فهمیدید؟ بله بله. سلامت باشید برادر عزیز. در میدان در رینگ مردک قهرمان ملت هسته. مردم چرا اجازه داره یک قهرمان دیگر را، یک باسوادتر اجازه داره که برایانو در اینجا معلوم کنه خچه کتیش یک به یک بزنه میدان را بگیره به جنجال. من در رینگ از حساب سواد، از صحیح سواد. بله. حالا همین برادر عزیز گرامی هم بهادر بسیار کوشش کرده ایستاده است که چیزی گفتنی هست، لطفا فراموش نکنید برادر. یک سخن دیگه برادر. مالش بفرمایید. اگر خدا نکرد یکی شما در همین رینگ بروید که همین منبر اگر صحیبی کنید، این کامنتاری رو ببینید چقدر مردم لیساکو چقدر نوشته سودیان. این مردم شما همین قدر میلسد که توراتتون میشکند. خب تشکر. حالا برادر من حتما به شما سخن میدهم، همین سمیر کوشانیان را گوش کنیم بعد شما حرفتان رو بگویید. نفری که وارد شدن ناامید نشوند. بفرمایید سمیر کوشانیان. سلام علیکم. و علیکم السلام. شوقتی محمدی خوبی؟ سلامتیت خوبه؟ شکری پروردگار. بفرمایید برادر. راستی که ما نو موردی بحث شدیم تا این در موضوع بحث شما را نمیدونیم کدام وقتی بحث کردین مقصدتون یک کوتاه یک ماده فهمونید ما مدعیم که با شما فکر و عقیده خود رو بیان سازیم. برادر عزیز گرامی، عادتا من کسایی که میگن که من موضوع به نو در اومدم و سر لوحه رو نخوندم و نمیدونم اینجا چی بحث است، نو در اومدم میگن، آنها رو خارج میکنم، میگم که یک بار برایید موضوع رو فهمید بحث چی رفته ایستاده است بعد وارد شوید به شما سخن میدم. اما اینجا که ما برنامه رو به آخر رسانیده ایستاده ایم، مایلش من به شما میفهمونم. ما در امروز درباره سبد استعمالی و سطح کامبیزاتی در تاجیکستان صحبت کرده ایستادیم و کارشناسان رو دعوت کرده بودیم، آنها نیز صحبت کردند، چندی از برادران صحبت کردند، من خودم در اولی برنامه صحبت کردم و معین کردیم که آن 26% که تا 26% سطح کامبیزاتی تاجیکستان پس فرامده است، این عین زمان نادرست است. ما طبق همون معلوماتی که به دست آوردیم ثابت کردیم که زیاده از 50% اهالی جمهوری تاجیکستان در سطح کامبیزاتی و قشاقی زندگی میکنند، لیکن یک کارشناسی ما برآمد گفت که 70% اهالی جمهوری تاجیکستان در سطح کامبیزاتی زندگی میکنند. در همین باره ما صحبت کرده ایستادیم برادر عزیز، بفرمایید. یعنی موضوع کامبیزاتی ساکنان مثال اهالی جمهوری تاجیکستان ما همین اویدی همین مسئله فکر شخصی خودم میخوام بیان سازم. همین سطح کامبیزاتی به فکر ما در مقیاس با دیگر دولت ها جمهوری تاجیکستان بسیار اهالیش خلق بای هستن. با چی دلیل؟ خلق بای هستن به چی خاطر که اثباتی همین گفته ها چیه؟ یک مثال عادی که مثال عادی جمهوری ازبکستان، جمهوری قرقیزستان، مثال دولت های آسیا میگیریم، ولی دور نمیریم. ما مقیاس مثال افریقا هستن، خیلی برادرها هستن، مهاجر میرون میان، مثال صحبت میکنیم، گپ میزنیم. همه ماشین های افراماشین های قیمت بهایی که در جمهوری تاجیکستان هست یک مثال در یگان دولت همین مثال آسیا هم خیلی ماشین افراماشین زود وارد نمیشه، زود خریداری نمیشه. تمام طبقه را ما در نظر دارم که یک مثال گفته ها که خیلی ما پره انکار نمیسازیم که در جمهوری تاجیکستان کامبیزات نیست. در جمهوری تاجیکستان کامبیزات مثال هست. این سطحی که نه که تا درجه ای که 50% جمهوری تاجیکستان کامبیزات است، این سر نادرست است که
ما باید فکر روزی نیستیم، فکر شخصی ما یکه ممکن 1%، 2%، زیاد 5% ممکن کمبیزوات باشه، نه که 50% یکه نادرست است. کمبیزوات گفته چی را در نظر دارین؟ مثال آدمی که زندگیش عموما گذراندن نمیتونه، منبع درآمد نداره. عزیز شکرانه خدا همین برادر عزیز برادر جون اندیشه شما است، فکر شما است، گفتهایتون قبول. حالا ببینید برادر عزیز، از باورها گپ میزنید، لیکن باورها با واقعیت ها راست آمدنش نهایت مشکل است. برای من از شما عزیز احترامانه خواهش میکنم همین برنامه همین روزه ما رو از اولش تماشا کنید. نه ما از شدیم. تشکر به شما که در برنامه اشتراک کردید و خواهش میکنم در برنامه‌های دیگر ما هم در برنامه‌های دیگر هم اشتراک کنید. حالا بهادر بفرمایید. اکا همون برادر نمیگرفتی همین فیرما همون را یادسی همین چیزایی که برای دولت‌ها دیگر انام شگرا دولت‌ها دیگر از خواهش میکنم. حالا با شما جواب برادر نباشد. حالا یک دقیقه خواهش میکنم بهادر جواب شما با اون برادر نباشد، چون که اون برادر بدون هیچ اطلاع صحبت کردن و پیش از این برادر شما گفتنی های داشتید. شما متعصب به گفته های این برادر نشوید و فکرهای بکر خودتان رو بگویید. برادر عزیز فکر ما میای اکا جان، فکر ما با میگم کو اگر که همین نمی نوستوش نمی خشت بروش رحمان خودش اول با فکر نگی ساز بود. اول ما همه وقتی اومدی و کم تا چی نمیکنه که وقتی که خشت بروش بسیار شید هنی که برنای خونه وارا میبینی موشنو 500-600 هزار دلار با میگن که تو وقتی که رحمانوف زنده، تو وقتی که جناب ما زنده، ما همه خلق مرغ میکنه میگردیم. نمی گپا را میگن همو اون ماشینایی که میگن اون ماشینا رو نگرن زواد و فابریکا روز کنن میتونن. نه که دزدی و غارتگری که همین پرزیدنت که یکم ایدن خشت بار خودش باید سر میکرد، ایدن خشت بار خودش همه شهرمردار اگر آدمایی که صاحب کار بود ور اگر کنی ترما را جو کرد ده خشت بار خودش خورده گشته هستن دزدی غارتگری کرده هستن. نه که باید رحمان اگر انسان باشه و شیر مادرش قسم خود یکم ایسر نه اسماعیل نه نارکمند جسر کنه، ایسر رستم نارکمند، ایسر نه زویر دیگهش که قصر قلعه کگن موشین گرفتگن همه ای خونی ما اکا ای خونی ما مهاجرا اکا جان با ما میگه باید یک کلکم بردت ما کنه همه مال کجورا بالا بعدو جان او چن میگم که او غمخوری ملت ما. نه که حاجی ما همی میگم که آدم غمخور نیست، باید سوم قرض نکنه این بسیار کتا دیگه جو او ممبر درست سال پس یا ممبر او قرض کی میتا 7 دخترش او قرض داده نمیتونه. یگان کسی تقض نمیاره با او دختروش بگیره بره با ما همونجا همه سوم میتیم ما مهاجرا میتیم. برای همون بس که رحمانوف یک کلکه انسان شاید بگره مردک بوری بره و بگه بیس که نبرویه باید بگره جواب تا در پیش خلقی ما 30 سال بلد خیلی کشید که تاری همه خلق خوش ما را شما منجی خیلی ما یگان مایده کشیم تاز ندارم. ما خواستیم که در وطن ما صلح و ثبات باشه. این حاضی پرازنیکایی که سای پرازنیکو ما دا چی در کار اکا چی در کار پرازنیک. تشکر زیاد به شما برادر عزیز گرامی. خدا نگهبانتون باشه اکا. تشکر به آنهایی که در برنامه ما بودند، با ما بودند، ما را تماشا کردند و در برنامه شرکت و سخنرانی کردند. من چند گفتنی های کوتاه دارم در آخر برنامه. تماشابینان عزیز ببینید، حکومت در چند برنامه ها من در صحبت های میگویم که این حکومت کارناشایم است. کارناشایم یعنی چی؟ حکومت مردم رو بای کردنش یک سومونیم. حکومتی که از عهده پر کردن سبدی استعمالی مردم نبرآمد، این 100% کارناشایم است. حکومت ها در حالت جنگ، در حالت های فوق‌العاده و هاکذا نیست، کوشش میکنن اقلاً سبد استعمالی مردم پر باشد. حالا ببینید
وقتی که سبدی استعمالی مردم پر نیست، در عائله، در جامعه سالم، شخص سالم کم میماند. یعنی جامعه سالم داشته نمیتوانیم. جامعه صحت، سلامتیش در جایش داشته نمیتوانیم. حالا ببینید 1.5 میلیون مهاجر داریم. با باوری کامل میگویم من به شما که از همین 1.5 میلیون مهاجر 90% بیمار است. 90% بیمار است. اینش رو، گردش رو خنک زدگی، ویش رو، جگرش رو، ویش رو، دلش رو، ویش رو، رودهش رو، معدهش رو، دست و پایش رو و هاکذای دیگر. 90% همین مهاجران علاقه سلامتیشون رو از دست داده هستند. به خاطر چی؟ به خاطر همین حکومتی کارنشایان. این یک. دویم، معاشی که میدهد یک نفر به گفت روسو به کارمند راست خودش نمیرسد. باز همون کارمند بوجوی چشم داشته میستد که کی پسرش به او پول میفرستوند، کی پسرش به او از مهاجرت پول میفرستوند. در این حالت، در حالت نیم گرسنگی، در حالت نیم تشنگی، در حالتی که مردم سحر یا یک بچه های مکتب خوان صبحانه را تنها بانان میکند. او نمیتواند وقتی که نان خورده میشود، نان خود نان یکی، ببخشید، خود همین نان یکی از واسطه های گرنگ کردن آدم است. یعنی نان رو میخوری، آب رو میخوری، چای رو مینوشی، نان در داخل معده ورم میکند، بعد کسلرات به معاینه سر کم میرود. معده که عذاب کشید، همه قوه جسم به معده صرف می شود و کسلرات به معاینه سر کم می رود و یک نفر نمیتواند اینقدر معاینه سرش رو کار فرموده تواند. و یکی از سبب های عاقب ماندن تاجیکستان هم همین است که اساسا ما فقط نان تناول میکنیم. به صبحانه یک دانشجو یا یک طالب علمی که به مکتب باید برود یا یک معلمی که باید رفته به مردم درس بدهد، به غیر از نان دیگر چیز خوردنی ندارد. این است که جامعه به عقب می رود. این است که مردم نمیتواند علم دانش بگیرد. وقتی که علم دانش نگرفتی، سلامتیت از بین رفت، حتما که باز شخصانی ناسالم، اینوالید و هاکذا بیمار با کلینتی، یعنی مزاج بیمارخانه ها، درمانگاه ها زیاد می شود. یعنی با حکومت تاجیکستان باز وزنی نمی بیاید. همین رو که کله اینها نگرفت، این گرنگ ها و مردم رو دارن بیمار میکنن، مردم رو دارن بی‌سواد میکنن، مردم رو دارن بی‌دانش میکنن. حالا بگذاریم از اینه که در مکتب ها شرایط چی است و فساد است و هاکذا ها، همین پای دیوارش رو ببینید در چه حالت است. برای همین هم تماشابینان عزیز گرامی، این دعوایی که حکومت جمهوری تاجیکستان سطح کامبیزاتی را پس کرده است و غمخوار مردم است و درباره نیکو احوالی مردم فکر میکند، غم میخورد، این همه به باور نکنید. دروغ است. دروغ محض است. حالا به شما گفتیم، گذشتیم. کسانی که از اولی برنامه نبودید، خواهش میکنم اولی برنامه را تماشا کنید. و کسانی که میخواهید معلومات مفصل تر گیرید، در برنامه در پایگاه اطلاعاتی تحلیلی پیام نقطه نت ما معلومات مفصل تر داده ایم، با آنجا رو بیارید. و همین طریق باید در این باره معلومات های زیاد پیدا کرد. باید ما حالت خودمان را بدانیم و از حالت خودمان آگاه باشیم و به همین حالت خودمان نگاه کرده طلباتمان باید باشد. سلامت و سربلند و پیروز باشید. با شما بودم شوکت محمد در برنامه تحلیلی دیدگاه. یکایک شما را به الله پاک می سپارم.
تا دیدار دیگر، یکایک شما را خداوند کریم منان حفظ کند. برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه